دوستان دیگه من و این ساک و این ماشین انشاءالله بعد از ظهر حرم آقای امام رضا. دوستان بالاخره وقت رفتن رسید. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما دوستان عزیز. خوش اومدید به یه ویدیو جدید دیگه از کانال خودتون. دوستان امروز دیگه وقت رفتن دیگه و باید خاک افغانستان رو ترک کنم و برم سمت ایران و نمیدونم خوشحال باشم از این که دارم برمیگردم ایران یا ناراحت باشم از این که دارم از افغانستان میرم. دقیقا نمیدونم چه حالی داشته باشم و اینکه خب خلاصه اینکه 8 ماه توی افغانستان بودم و بعد از 8 ماه داره برمیگردم ایران. حالا نمیدونم یه سریاتون میدونید یا نه، من بزرگ شده خود ایرانم، یعنی همون 1 سالگی که رفتم ایران تا اینکه الان به این سن رسیدم کلا ایران بزرگ شدم، به تازگی اومدم افغانستان و اینکه داریم برمیگردیم و شاید بپرسید که رضوان و فهیم کجا هستن و یکم تو راستی داخل کامنت ها پرسیده بودین که رضوان کجاست، رضوان نمیاد باهاتون. ببینید دوستان، رضوان با خانواده‌اش برگشته و فکر نکنم به این زودی بخواد بیاد، شاید هم بعداً بیاد، ولی خب خلاصه با خانواده‌شه و تنها کسی که بدون خانواده اومدن من و فهیم هستیم که مدارکامون مشکل داشت و من هم که دارم کم کم برمیگردم. فهیم هم تقریباً یه 20 روز دیگه انشالله کاراش درست میشه، اونم برمیگرده. البته قرار بود که با اونا یه خداحافظی کنم، یه ویدیو خداحافظی بگیرم، ولی نشد دیگه، چون دیروز فکر میکردم من راه میافتم. دیروز مثلا به بچه ها گفتم که آره من دارم میرم، بنده خدا کارشون رو کنسل کردن، نرفتن سر کار، وایستادن تا با من خداحافظی کنن. ولی دیروز که من اومدم ماشین بگیرم گفت دیر اومدی، ساعت 10 رفته بودم، گفت که برای حرکت ساعت 7 حرکت داره و هیچی دیگه کنسل شد. امروز هم که میخواستم بهشون بگم بمونید ولی تصفیه حساب داشتن، چون یعنی 100% باید میرفتن کارخونه و هیچی دیگه. باهاشون یه خداحافظی کوچیکی کردم، با فهیم که دیروز خداحافظی کردم، با رضوانم امصبح ساعت 6 که بنده خدا رفت سر کار و دیگه کم کم داریم میریم سمت ایران. الانم سوار ماشین شدم، تیکت گرفتم برای هرات به سمت مشهد. الان فعلا ساعت 7:30 و تقریبا میگن که حالا تا بعد از ظهر انشالله میرسیم مشهد، پیش امام رضا میرسیم و با ما باشید تا همین دم رفتنی یه خداحافظی بکنیم از افغانستان و دیگه آدمی زاده دیگه، از بعد خودش خبر نداره، حالا زنده است مرده است، برمیگرده بر نمیگرده و یه نگاهی هم بندازیم برای آخرین بار تا ببینیم انشالله سری بعدی کی میشه برگردیم. کسی که سوار ماشین شده فعلا منم، حالا گفتن یه 3 نفر دیگه میاد ولی خدا میدونه دیگه کی میاد. دوستان ماشین تویوتا کورولا هست، یعنی از همین ماشینا و اینجا هم نمایندگیشه و من تنها هستم. خدا کنه زودتر تکمیل بشه و حرکت کنیم بریم سمت مشهد. ما خاک افغانستان رو به سمت ایران ترک کردیم و یعنی از مرز افغانستان خروجی زدن رو پاسپورت و مرز ایران هم ورودی زدن. بله رسیدیم، ما تایباد رو رد کردیم و کم کم داریم میریم به سمت مشهد.
دوستان عزیز، ما بالاخره رسیدیم حرم آقای امام رضا و ساعت 4:20 دقیقه، ساعت 9:30 که حرکت کردیم 4:20 دقیقه رسیدیم. ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه. دوستان صحنه آزادی هستیم و اینکه بلد نیستم اینجا رو واقعا، یعنی کلشو فقط همینجور میرم تا ببینم به کجا میرسم. بریم اول ذریح رو پیدا کنیم. صحنه انقلاب اسلامی. بله، گنبد آقای امام رضا. سلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی. آقا سلام. بریم داخل دیگه، بریم کم بریم داخل زیارت کنیم تا ببینیم بعدش کجا باید بریم. دوستان عزیز، نماز مغرب و عشا رو ما خوندیم و به آخر ویدیو نزدیک شدیم دیگه. امیدوارم از دیدن ویدیو لذت برده باشید و شما رو تا ویدیو بعدی خدا نگهدار میگم. البته منتظر ویدیو بعدی حتما باشید چون خیلی جالبه دیگه. یا علی، خدا نگهدار.